گر در طلب گوهر کانی کانی، گر در طلب لقمه نانی نانی. این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. اگر تا اینجا من اومدی یعنی یک قدم بزرگ از دردهات فاصله گرفتی. تا الان فهمیدی قربانی نیستی، فهمیدی که دنیا آینه تمام نمای تو هست و خدا در درون تو هست و فهمیدی که سبکبال شدن با بخشایش چقدر میتونه لذت بخش باشه. امشب هم میخوایم از جنس نگاه حرف بزنیم، از زاویه دیدمون، چیزی که تو دنیا به ما حس ارزشمندی یا حس بی‌ارزشی رو به خوبی میتونه منتقل کنه. من نرگس هستم، کسی که از دل دردهاش دوباره متولد شد و تلاش کرد جوانه وجودش رو از دل تاریکی ها به سمت نور حرکت بده. تو هم اگر میخوای از دل تاریکی ها به سمت نور حرکت کنی، اینجا یه جای امن برای تو. با من همراه شو. نگاه انسان‌های قربانی و کسانی که اون کف هستن بیشتر به نداشته هاشون هست. بیشتر نگاهشون به این هست که چه چیزهایی ندارن و چه مصیبت‌هایی دارن. اما یادمون رفته خیلی از چیزهایی که همین امروز داریم آرزوی خیلی از انسان‌ها هست. با مثال‌های خیلی کوچیک شروع می‌کنم. همین نفسی که میره و میاد. خیلی ها مشکلات تنفسی دارن و برای نفس کشیدن نیاز دارن به وسایل کمکی، ولی ما انقدر برامون عادی شده که این نعمت رو نمیبینیم. نعمت دیدن عزیزانی که دوستشون داری، کسایی که در کنارت هستن و دلگرمت میکنن، نعمت دیدن فرزندت، نعمت راه رفتن. ما فراموش میکنیم نعمت هایی رو که داریم و فقط نگاهمون به نداشته ها. 2 دوست توی مسیر با هم سفر بودن، با هم میرفتن، رسیدن به سر یه دوراهی، تابلویی نبود، نمیدونستن مسیر درست از کدوم بره. این 2 دوست تو زمان سفر میکردن که جی پی اس و موبایل نبود و مونده بودن که حالا کدوم راهو برن. یکی از دوستا گفت بیا بالاخره همین راهی که اینجا هست رو بریم. اون یکی گفت اگر رسیدیم به یه جایی که بیراه بود چی؟ اگر رسیدیم به یه بیابون چی؟ اگر رسیدیم به راهزنا و اونها اومدن جیب ما رو خالی کردن چی؟ چیکار کنیم؟ دوستش گفت خب چیکار کنیم؟ میخوای همینجا بایستیم؟ بالاخره ممکنه که از این راهها به اون بیراهه برسه که تو میگی، ولی ما باید اینجا بایستیم که چی؟ میخوای برگردیم و مسیرمون رو ادامه ندیم یا این راهو شروع کنیم؟ دوستش گفت من که اصلا نمیدونم چیکار کنم. اون دوستش گفت بیاره فعلا این راهو بریم. شروع کردن به رفتن و اون دوستی که این راهو انتخاب کرد گفت عجب منظره قشنگی داره، نگاه گل‌های کنار جاده رو، نگاه به به اون دوردست چه کوه زیبایی هست، از روش آبشار جاریه. دوستش گفت بابا تو دلت خوشه ها، ما گم شدیم توی جایی که نمیدونیم، تو همش داری در مورد گل و سبزه و بلبل و چه میدونم کوه روبرو و آبشار حرف میزنی، دلت خوشه ها. دوستش گفت حالا بالاخره ما توی این مسیر اومدیم، بیا این چیزهایی رو که داریم میبینیم ازشون لذت ببریم. اون دوست قاقارو گفت من که اصلا نمیتونم لذت ببرم، من سردرگمم و انقدر استرس دارم که اون چیزهایی که تو میگی رو نمیبینم. رفتن تا اینکه به یه بادیه رسیدن. یک آبادی رو از فاصله نسبتاً دوری دیدن و اون دوستی که حالا به اصطلاح خوشبین بود و داشت از طبیعت لذت گفت بیا اینم آبادی، حالا میریم تو آبادی، بالاخره مردمی که اونجا هستن ما راهنمایی میکنن، نزدیک شب هم هست، شاید شب همینجا بودیم. دوستش گفت بابا برو دلت خوشه، ممکنه آدمای این آبادی اصلا آدمخور باشن، ممکنه آدمای بدی باشن، چطور ما بریم شب اونجا بمونیم؟ چطور به کسی اعتماد کنیم؟ دوستش گفت خب میخوای چیکار کنیم؟ الان داره تاریک میشه هوا و ما باید این مسیر رو برگردیم بریم همون جایی که بودیم یا اینکه بهتره بریم به این آدما اعتماد کنیم؟ دوستش گفت وای من نمیدونم با تو چی کار کنم، بهتره که حالا چیزی که تو میگی انجام بدم. حرکت کردن و رفتن به اون آبادی و از قضا اون انسان‌های بسیار خوبی بودن. اون دوستی که خوشبین بود بهشون سلام کرد و گفت ما حقیقتش گم شدیم، دوراهی رسیدیم که تابلو نداشت و
این راهو انتخاب کردیم. اونا گفتن بله، هفته گذشته یک طوفان شدید اومده و تابلو اونجا رو انداخت و تابلو آسیب دید. حالا قراره که تابلو جدیدی نصب کنن اونجا. بیاین امشب مهمون ما باشید. یکی از اهالی اون روستا گفت قدمتون روی سر چشم من، بیاید مهمون ما باشید و ما صبح بهتون میگیم چه مسیر رو باید برید که بالا به اون مقصدی که میخوایم برسید. دوستی که خوشبین بود خوشحال شد و به دوستش گفت بیا اینم از جای موندن، به ما جای موندن دادن، بریم بمونیم. و اون دوست بعدی گفت تو از کجا میدونی؟ شاید میخوان خفتمون کنن، نصف شب بیان سراغمون، یک بلایی سرمون بیارن. دوستش گفت مردم این آبادی خیلی مهربونن، برخوردشون رو ببین، خانواده دارن، آدم حسابی هستن، بیا بریم. واسه رفتن و شب موندن. شب هم یک غذای محلی خیلی خوشمزه خوردن. صبح زودم بلند شدن، صبحانه لذیذی رو نوش جان کردن و اهالی روستا بهشون گفتن که از کدوم مسیر باید برن و به راهشون ادامه دادن. این دقیقاً حکایت ما توی زندگی دنیاست. بعضی از ماها گاهی وقتها اونقدر روی نکات منفی و روی استرس ها و ترس هامون تمرکز کردیم که نعمت هایی که پیرامونمون وجود داره و میتونیم ازشون لذت ببریم رو نمیبینیم زیبایی جاده رو، نمیبینیم کوه روبرو و اون آبشار جاری شده از روش رو و محبت مردمانی که میخوان به ما لطف کنن، میخوان به ما مهرورزی کنن و ما اونها رو نمیبینیم و فقط تمرکزمون روی یه چیز هست، روی چیزهایی که نداریم، روی ترس ها، استرس ها، نگرانی ها و چیزهایی که واقعا ارزش فکر کردن زیادی ندارن. و این باعث چی میشه؟ زمانی که شما نگاهتون رو از روی داشته هاتون بر میدارید و نگاهتون رو میبندید روی نداشته هاتون، حس ارزشمندی در درون شما از بین میره. چرا؟ چون فکر میکنید که کائنات با شما سر جنگ داره، چون فکر میکنید هیچ کس هواتون رو نداره. اینها فقط به خاطر اینه که شما نگاهتون به نداشته هاتون هست، نگاهتون به کمبود هاتون هست. و اگر در همون لحظه به چیزهایی که دارید فکر کنید، به نفسی که میاد و میره، به اون زیبایی های اطرافتون، بالاخره زندگیتون که همش جهنم نیست، 4 تا نقطه مثبت توش هست. فرزندی که آرام دلتون هست، پدر مادری که هستن و خیلی ها ندارن، به سلامت تنتون، به همین که امروز شما این گوشی رو تو دستتون دارین و میتونید ساعتهایی رو توی این گوشی بگذرونید، روی رشد خودتون کار کنید، حتی وقتتون رو به بتالت بگذرونید و سرگرم باشید. این خودش یه نعمته. شما این نعمت رو دارید، نعمتی که ممکنه خیلی ها تو جهان نداشته باشن. تعجب نکنید خیلی ها توی جهان نعمت داشتن همین اینترنت رو ندارن که بتونن توی فضایی قرار بگیرن که توش رشد کنن و کافیه فقط ببینیشون و وقتی که ببینیش یه چیزی رو متوجه میشی و اون اینه که متوجه میشی کائنات هواتو داره، متوجه میشی همچی هم همینجوری ول نشدی و میفهمی اگر رنج و دردی هست اومده که بزرگت کنه، که حلت بده، که اگر تو عادت میکردی به فضایی که بهش مأنوس بودی، اگر هیچ جریانی تو زندگی تو جاری نبود، تو به رکود میرسیدی، به سکون میرسیدی و یک باطلاق گندیده میشدی در دل صحرا. این دردها یعنی تو جریان داری، دردها یعنی تو میخوای از جای فعلیت کنده شی، یعنی اینجا جای تو نیست. یعنی این درد داره بهت میگه بلند شو، حرکت کن، به ورژن بهتری از خودت تبدیل شو، بلند شو، برای چیزی که لایقش هستی خودت رو بساز. و اینجوری نگاهت به اتفاقها عوض میشه، نگاهت از نگاه قربانی تغییر میکنه با دیدن داشته‌هات. همین که بفهمی کائنات هواتو داره، همین که امروز این ویدیو رو داری میبینی، یعنی کائنات هوای تو رو داره، یعنی دعوت شدی برای اینکه حال خوب داشته باشی، یعنی چراغ راه به تو داده شده. امشب میخوام یه تمرین بهت بدم، یه تمرین که از دل اون خودت رو پیدا کنی، شکوفا بشی و یاد بگیری که در دل دردها چجور میتونی قدرتمندتر بشی. هر وقت توی دردی بودی، حتی همین الان اگر داری این ویدیو رو میبینی
و تو هر زمینه‌ای درد داری، تو هر زمینه‌ای بالاخره یه نارضایتی داری، یه جایی یه چیزی داره تو رو سیخونک میده که اومدی داری این فایل رو میبینی. همین الان یه لیست 10 تایی بنویس از 10 تا نعمتی که توی زندگیت حضور دارن. اولیش دیدنه، تو میتونی ببینی، به خاطر همین الان داری این ویدیو رو نگاه میکنی. شنیدن، حرف زدن، حس چشایی، چشیدن. یکی از دوستان ما سرطان زبان گرفت و زبانش رو مجبور شد تخلیه کنه و به جاش پروتز گذاشتن و از اون روز دیگه مزه غذاها رو حس نمی‌کرد و میگفت هیچ لذتی برام نداره غذا خوردن. تنها دلیلی که میخورم اینه که برای بدنم نیازه، بالاجبار دارم غذا میخورم و غذا خوردن برای من هیچ معنایی نداره. همین که تو لذت چشایی رو داری یه نعمت بزرگی. 4 تاشو من گفتم، 6 تای دیگر رو خودت میتونی به راحتی پیدا کنی. همین الان یا ویدیو رو پست کن یا بلافاصله بعد از این ویدیو این لیست 10 تا نعمت رو بنویس و بعد از اون وقتی که این لیست تموم شد دومین تمرینت اینه، پایینش بنویس اگر کائنات اینا رو به من داد یعنی هوامو داره، پس من میتونم برای رهایی از این رنجم بلند شم و حرکت کنم، چون انقدر ارزش دارم که کائنات پشت منو داره. هر جا تصمیم بگیری که تغییر کنی مطمئن باش کائنات از تصمیم تو حمایت میکنه. کافیه بخوای، عمیقا بخوای و در راستاش حرکت کنی. اگر این ویدیو برات مفید بود ازت میخوام با دوستانت به اشتراک بذاری و اونها رو هم به این مسیر معنوی دعوت کنی تا بتونن از دل رنج هاشون شکوفه بزنن و ورژن بهتری از خودشون رو پیدا کنن. اگر میخوای از دل تاریکی ها به سمت نور حرکت کنی اینجا یه جای امن برای توه و حتی اگر یک نور کوچیک رو در دلت روشن کرده ازت میخوام سابسکرایب کنی و با دوستات این مسیر رو به اشتراک بذاری. در نهایت اینکه اگر تمرین رو انجام دادی کامنت کن کائنات هوامو داره، من اگر بخوام میتونم. اگر ویدیوهای قبلی رو ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم به پلیلیست رنج تا گنج مراجعه کنین و از روز اول شروع کنید ویدیوها رو مشاهده کردن. مطمئن باشید بعد از دوره شما یک آدم دیگه ای هست، یک ورژن قدرتمندتر و معنادارتر توی زندگیتون.